سلام، خوش اومدید به مایکرافت سوروایول با بتمن. و شب دیگه کورس میشه کرد چون سری قبل خونم گم کردم و هیچ واسه که منو بکشن جا اول اسپان شم. خب اینجا که هم دیگه خوردم فرار کنم و خونم گم کردم. الان میخوام دوباره خونم. اگه زومبی بزنن هنگ کردم موقعم گوزیده. اگه سواله که چرا شبه، چون سری قبل کنم براتون میاد اونجا شب بود و من یک کوخ ریختم، خونم پرید دیگه کلا. فنر در حال فرارم تو یک زومبی چیزی گیر نیاره و بریم سمت خونه که گم کردم، یا پیداش میکنه یا خونه دیگه میسازم، معلوم نیست. اصلا من کجا دارم میرم، فقط میرم که زومبی بهم نرسن، چون جرام میدن خیلی زیادن با لاشیا. اگه جواد داشتن تک به تک میاندن. البته چی میگم، هیچی ولش کن اصلا، فقط بریم. یکی دیگه هم هست، دوتا چیزا زیادن، فقط فرار کنین که خیلی هن در سریس ها. خب از این راه میرم چون غریزم اینو میگه این راه خیلی بهتر، امنه، خیلی چی میگن هیچی برش بالا یادم نمیاد، یادم اومد بهتون میگم فقط فرار کنم فعلا. کجا برن کجا نرم نمیدونم. خب همینجوری میریم دیگه تو به جای رسیم. یا اول فصل دوتا زومبی جلو من. چرا زومبی ها زیاد شدن؟ چید میتی مایکرافت زده برو من فکر نکنم، چون آدم خاصی نیستم، گوه خاصی هم نیستم. خب فعلا اینجوری میریم تا به خونه برسیم. اگه پیدا کردیم پیدا نکردیم که هیچی دیگه. به گوسه وای چقدر زیادن در سریس ها، فقط زومبی هن، هیچی دیگه نیستن. نه کریپری نمیدونم اونه که چی بود، اسکلتون بود، مردن کبوتی بود، چی بود همون، اونام نیستن. فقط همجوری فرار میکنیم دیگه، در حال فراریم. فقط بود در صبح بشه. البته بتمن تو شب چی کار میکنه، نجات میده. آره که باید خودم نجات میده، ریدم. خب حالا میگفتم صبح شه دهناش سرویس میکنم، گویم که بتمنم با شب دهناش سرویس کنم، چون هیچی ندارم، نه خونه دارم نه ماشین دارم هیچی ندارم. به چی رو بحالی اینجا همه چی آبی. فکر کنم جو استقلالی های طرفتار کدوم تیمی، هر تیمی هستی کامنت کن. مردن کبوتی دوتا سه تا در سریس های نمگه دوست من نبودن، ده رفیق بتمنن دیگه، درسته؟ و خوشی داره میاد عشقم نمشگم. فقط دوتر بی بالا که این تو مقد نجیرم میدن. یه مردن کبوتی دیگه 4 تا هن دنبال من. اون پایین نیست حسینم، نه اون پایین نیست. یا اول فقط نه منی گفتم ما رفیق مثلا کارا نداره، ما دشمنی نداریم. زره داره دهن سرویس خدایا. این تو چلو نفتم فقط فرار کنم که اون زره نداره. چه من زره ندارم، اون زره داره پارم میکنه. خب همجوری پایین چون تو گودیه، چون من تو گودی درست کردم خونمو. اگه سری یکشو بیدی پارتی یکشو گوسفند. خوب شانسم زد یه گوسفند سفید پشمالوی نره نمیدونم 47 کیلویی پیدا کردم، میکشمش. واسه کونه بردم از فکرم باز بودین قبلا. واسه دهن سرویس. خب اینو کشتیم. یکی دیگه هم بود، کجا بود؟ پشتم بود. خب این همه کشیم. با اینکه سیاه نیست، سرمه قهوه‌ای سیاه مایل به رنگ مشکی، نمیدونم یه رنگی داره دیگه، همینو میکشیم. فوقش باش رنگی میکنی، تخت درست میکنی، فرق نداره. اینه که هم میکشیم سفید پشمالوی 48 کیلویی خوشگل میکشیم. با اینکه خوشگل ولی خب دیگه بمیره در راه بتمن. میخوام تخت درست کنم. الان یکم چوب هم بکنیم، چوب نداریم، همه چی با چوب شروع میشه. خب چوب رو کندم، بریم اون پایین ببینیم چیز میزه داره. چوب هم کمه، واسه یه درخت دیگه بکنم. خب این درخت نه که لختش کردیم. یک هندوی زنبور ببینیم توش اصل داره یا نداره. نه این مثلا بدبختی هیچ نداره، ولی شو باحالیه، خیلی قشنگه. این درخت هم بکنم
چون چوب ندارم. مثل وقتی اینجا باید بکنم، هیچی چوب ندارم. خب اینم کندیم. گیرم انداختن. فکر کردم من اینجا میام بیرون. من بتمنم باش. چه فکر کردی؟ یه درخت دیگه. خرگوش. خب همینجا برای خونه ساختن خوبه. اینا گلاشونو میکنم که مزاحم کارم نشن و یه خونه شیک بسازم مثل خونه ایلان ماسک. البته دشویش هم میکنن، از خونم بهتره. همین گلا رو میکنم. خب نه 3 تا اونور هست، اینا رو میخورم. 3 تا اینجا میکنم. بعدش با چوبایی که دارم اینجا رو بالا میبرم. همینجا خوبه. 1 2 3. خب وری هم بسازم یا وری بزنم وزیر بهتره چون زاویهش بهتره. خب 2 تا 3 تا. خب 1 2 3 اینجا بالا برم اینجا. خب 2 3. خب اینجا درش میشه، اونم چوب میشه. اوکی حله. میام جلو اینجا میذارم بزرگ باشه. 2 3. خب بس ما روبروی اینم میذاریم که روبروی نباشه. فکر کنم همینجا میشه. اینجا 1 2 3. خب فعلا ستونا شیختم، شناجاش اینا هم بعدا میریزم. واسه چوب ساختم 1 2 3 جا 16 تا. خب 16 تا اینجا میذارم. 1 2. به به چه خونی اصلا، نگاه موج میزنی. این ورشم بچینم. چوب ندارم. چه چوب همه چیز با چوب اصلا سر میگیره. چوب بکنیم یکم، چوب کم داریم. خب چوب رو کندم و یک درخت دیگه اونجاست. این همینی میکنیم. چوب خیلی لازم داشتم، خیلی بکنیم. نه این برگوش هم بکنیم، خیلی رو مخم بود. خب اینا بکنیم. خب اینا کندیم دیگه. فکر نکنم درخت مرخت خیلی باشه چون همش ما کندیم. ما درخت بودیم عالیه. چند تا چوب درست کنیم. بخوایم اون کفدیل درست کنیم، چند تا سیخ درست کنیم، کفدیل درست کنیم. کفدیل اینجا میذاریم. تو چه درستی میاریم رو صفحه اینجا میذاریم. خب جایه و عشان دیوار میچینیم. فکر میکنم کنارش خراب شده، کنارش چون میذارم چون میخوام اینجا پنجره کنم. یه خونه با کلاس. اینجا هم دیوار میچینیم. خب فکر کنم اون ور درد نمیخوره چون خیلی درش اون ورش چی میگم پخش نیست. این ور بهتره. این ور در میکنم. اون ور قفل. منظور اون رو دیم بدن دیگه. این چوب میذارم. بپرم 1 2. اوف حرفه‌ای اصلا نمیدونم. این چوب اینجا میکنم. خب اون بالاش میذارم دیگه. این بغل رو راستی چوب نداشتم، حواسم نیست. خب این بغل چوب میذاریم. چوبم تموم شد. چند تا چوب بکنیم. چوب بکنیم منظورمه. چند تا درخت میکاریم. اینجا سبز که شد میایم میبریم چون چوباش تموم میشه. چوبی نمون. این چوبا میکنیم. این درختم منظور این درخت میکنیم. خب این درخت رو کندیم دیگه. چه نداره. بریم بیرون، بریم سمت خونه. میایم داخل کف تیبل. چند تا چوب درست میکنیم. یه شمشیر هم درست میکنیم. چند تا این سیخام هست اینا هم درست میکنیم. میایم بیرون دیگه. یه چند تا گل بکنیم. میخوایم تخت درست کنیم، تخت رنگی. خب چند تا بکنیم بس دیگه. بریم داخل کف تیبل. قرمز هم میزنم، صورتی هم میزنم، ولی نه صورتی نیست، بنفشه. چون بنفشه من بنفش درست کنم. این سیاه هم تبدیل به نفش کنیم. این دوتا هم تبدیل به 2 تا بنفش میکنیم و 3 تا بنفش داریم و یه تخت بنفش. خب کجا بذارم؟ اینجا که نه، اینجا نمیذارم. این بغل خوب داره، اینجا خوبه. خب تخت هم که درست کردیم دیگه. چی میخوایم؟ راستی تبر میخواستم درست کنم، فراموش کردم. یه تبر درست میکنیم. همین دیگه. قاتل
درخت ها میشیم. به چه درختی به اینجا. خب این درخت هم کندیم، میریم سراغ این درخت. به به. خب این درخت هم گلخ شد دیگه، برمیگردیم به خونه. خب با این چوبای کندیم تبدیل به 4 تاش میکنیم. واسه ببینم چند تا میشه. 39 تا شد. 39 تا از تو چی میگن اینا، برمیدارد همینجا 2 تا بالا، اینجا هم پر میکنیم، اینا هم برمیداریم 1 دیگه می بالا 3 تا. خب این بخشم پر میکنیم دیگه، خونمون تکمیل میشه. 1 2 3. خب تکمیل شد، فقط یه چیزی کم داره، یه سقفی، چون برون بیاد دیگه چی نداریم. اینجا کرف دیول و از این پلا درست میکنیم. خیلی از این پلا میخوام، چون میخوام یه خونه مشتی درست کنم خیلی قشنگ. فکر کنم شما میدونید میخوام چه خونه درست کنم. خانواده بس دیگه. این بیرون و چند تا خاک میکنیم، چون رو سقف که از سیم به کار میاد. و بهتون میگم برای چی. همینقدر بس دیگه. واسه این از که شروع کنم، از این ورنه از این ورنه داخل خونه میایم بیرون، میایم سمت این درخته. این درخت رو میکنیم قاتل درخت های ما. خب درخت هم کندیم، میایم چیزاشو میخوریم، چوباشو. وای داره شب میشه، میخوابیم. بخواب دیگه، نمیخوابی. خب تا موقع چوبا درست کنیم که علاف نشیم. صبح یه درن درستی کنیم که زامبیان تمن داخل جرمون بدن. فکر کنم جدیدن که درا رو میشکنن. خب این در میذاریم، واه خیلی هم عالی. در میبندیم، میخوابیم. بخواب. گفته از نمیخوابه، ریدم. صبح شده، از سر کار میشینیم، از سر کار پا میشیم، منظورمه بیرون هم که زامبی نبود بشکشیم. و میام اینجا یک چست درست میکنیم، چستو برمیداریم از توی اینطوری و میذاریم و وسایلمون داخلش میداریم که یه وقت نمیریم. خب وسایلی که میخواستم برداشتم، راستی شن برداشتم. خب خاکم شین و خاک کلان قاطی کردم. خاکا رو برمیدارم، سیاه میخوریم از اینجا میریم بالا با خاکا. اینجا میتونم پر 1 2. اوف اصلا بتمنم دیگه، کارش میشه کرد. و با این پلا سقف رو میچینیم اینجوری، 1 2 تا. خب 1 آخرش هم میذاریم و بله نصفش تموم شد. البته با این دوباره چوب دوباره. قاتل درخت ها اومد، برین کنار. از اینجا پرم یا اول فصل گفت خوردم. چطور زیاده کلم گیت شد. زغال نشده، زغال رو میبینید. خب اونو دفعت میکنم. یه درخت میخوام لختت کنم درخت جان. خب این درختن که لختش کردیم، این دوباره درخت دیگه اونور. فکر کنم اونور درخت ها خیلی بیشتر باشه. سفید نمیخوام، این سفید هم میکندم. به یکی دیگه تا میخوام لختت کنم. وای ساعتم لختت میکنم. 3 2 1. خب این درخت لختش کردیم. ماشاءالله درخت زیاده، همه رو لخت میکنیم. خب اینا که لختش کردیم، فکر نکنم درختی بشه. این درخت اینجاست. این درخت رو لخت میکنم واقعا حیفه. خب این درخت دیگه لختش کردیم دیگه، فکر نکنم درخت دیگه باشه لختش کنم. بریم سمت خونه. التواس چوب کم داریم، میریم یکم چوب بکنیم. چه درختی توران خورد بابا اینجا، اینو قشنگ لخت میکنم. خب این درخت رو لخت کردیم دیگه، فکر نکنم درخت دیگه باقی مونده باشه. همه درخت رو لخت کردم، حتی اونا رو دیگه. برگردیم سمت خونه. این چولم پر میکنم، چون 2 3 دفعه قاسم داخلش گفتم فداکاری، حیوان داخلش میفته. خب میخوام اینجا کلاچ کنم بپرم رو خونه. 1 2 3. با خدا چیز نشد ندهیم. این دفعه میرم 1 2 3.
حال کردید پشماتون ریخ. میدونم میرم سمت کرافت تیبل که پله بسازم. اول چوب بسازم بعد پله بسازم. من دورم اینه. چند تا شد؟ اوف خوب چوب ساختم. همش رو پله میکنم بستم نادر. خب این مقدار با دست نخور. این مقدار میام کنارش میذارم به ترتیب. 1 2. خب رگ اول چنده شد و خاکم خاطر این میخواستم. اینو میزن روش و تمام. اینا رو کنارش میذارم و رگ دوم شروع میکنم بچیندن. خب این چوبم میذارم. سقفش تمومه ولی یه چیز کم داره. باید برم جو کرافت تیبل. خب پر چوب بگذار تو. 1 2 3. اوخ ریدم. اصلا استعداد ندارم فکر کنم. چوبش هم میکنیم داخل کرافت تیبل و این نیم چوب رو درست میکنیم. میخوام من رو سقف بگذارم. خب میایم اینجا یه خاک میذاریم. اشتباه یه خاک میذاریم اینجا و میپریم و میایم بالا. این چوبان که برداشتیم میذاریم اینجا. 1 2 و تمام. اینا هم که درست کردم نیم بود 3 تاشو اینجا میذارم. 2 تاشو اینجا و تمام. خونه ما آمده است. بابا چه خونه ساختم. اینا میکنم که نما خونه با هم نریزه و میریم داخل خونه. این نگاه میندازیم و عشق کنیم. بابا اون چین گوشه خاک میکنیم. سقفش جوریه. یکم سقفشو دستکاری کنم ببینیم چی کار میشه. بلوک آخرش هم میذاریم. بابا خیلی خوشگل شد. البته اگه به هم بلوکاشو بذارم فعلا میخوابیم. چرا نمیخواب؟ تا موقع که میخوایم بخوابیم اینجا پنجره رو میکنیم. میخوایم پنجره کنیم منظورمه. 3 4 تاشو میکنیم. خب دیگه بس میخوابیم. چرا نمیخوابیم؟ دوباره هم میکنم. خب دیگه الان واقعا میخوابه فکر کنم. چرا نمیخوابی؟ بخواب دیگه. الان زامبی هم بیان چرا میدن. البته زامبی دیگه کمونی. زامبی خودش هیچ گوه نیست چون خونم در داره. خوابید. صبح شد. گاو اومده سر بزنه. رفیقمه بلش کن. خب میریم و سقفشو بگشم بچینیم. 5 داریم. 4 3 2 اینم 1 و دیگه باید بریم بیرون یکم چوب بکنیم. الکی که نیست. خب اونجا که زنبوره چوبش هم درده میخوره. بریم سمت این درخت که اینجاست. خیلی این درخت شیکیه. این بلکناشو میکنم بعد چوب کنده میکنم بعد لختش میکنم. خب لخت شد دیگه بریم سمت خونه. اصلا نگاه رخو کن عشق میکنی. البته اون گاوه بکنم خیلی رخ خوبی داره. همین داخل خونه و چوبا رو تبدیل به بیشترش میکنیم ندارمه و میچینیم دیگه. چی میگن؟ میگذاریم اینجا. خب همه رو گذاشتم. فقط به اینجا کرافت تیبل اون نصفام درست کنم. چند تایی 12 تا بس. این کنارشو میذارم نصفاشو پر کنم کلا. چی روخی گرفت. خداییش تو کامنت بگید قبلش بهتر بود یا الان. نظر من که الان خیلی بهتر شده. اصلا یه روخی سیگماتور گرفته. و ساله اون چیز میذاریم هرچی میخواییم. هرچی نمیخواییم منظورم بود. و میریم بیرون یکم چوب بکنیم. چوب اینجور ریخته است. اینا میخوریم. درخت هم در اومده. یادتون گفته اگه در بیاد میکنمشون. خب انگار لخ شید. من لخت میکنم. خب این درخت که لخت شد اونی که کجاست؟ اینجاست. تو انگار لختت کنم داداش. خب این درخت که لختش کردم دیگه فکر کن درخت دیگه نیست. دیگه بریم سمت خونمون یعنی ویلامون منظورمه. از بس خونه شیکی داریم. این داخل در میبندیم. بله اون گام که از بیرون نگاه میکنه. خب
بریم داخل کرافت تیبل و چوبمون رو بیشتر کنیم، یعنی 4 تاش کنیم، هر دونش 4 تا میشه. و یه گاف صندوق دیگه هم درست کنم کنار اون که دیگه بذارم بزرگتر شه. خورده به به خیلی بهتر شد. همین داخل کرافت تیبل از این سیخو درست میکنم که اسمش نمیدونم چی هست، با یک کلنگ که قرار بریم زغال بکنیم چون خونمون نور نداره و زامبی اسپان میشه و پارمون میکنه. در خونم میبندم چیز داخل نشه، قصرمون خراب میشه. خب راه میفتیم. اون چیه؟ نه هیچی نیست، فکر کنم یه چیزیه. درخت رو زمین رو برمیداریم و میریم. بپر یا اینجا خیلی ولی کنم میخواد خواهم بپرم. 1 2 3 نه البته خیلی کانشو میبینی چقدر پریدم. اوف ولی ارتفاع زیاد بود پشمام، ولی تا خون دارم خوبه. به زغال بریم بکنیم و این دونه آخرین زغال و سنگ میکنیم. خب سنگ همشو کندم، همشو نکندم، این مقداری که لازم داشتم رو کندم و میریم دیگه. بس اینجا از اینجا میریم بالا. یه خاک میذارم زیرم، میرم بالا. اینجا یه خاک میذارم زیرم و میپرم اونجا. نشد، حالا اینجا بریم دیگه، فرق نمیکنه. خب اینجا نه اینجا خیلی از این بریم، خیلی فکر کنم پایین تره، خیلی راحت تره. از اینجا خیلی سخت بود. به چیزی باحالی نگاه کنین. دلم میخواست توش آب تانی کنم نمیشد. ولی خب اینجا میریم بالا. یه پر جانانه، یک کنور نه کنور، یه سیب هم میخوریم و بریم سمت خونه که دیگه همه چیز داریم. تا سیب هم داریم، تا سیب هم میخوریم که بیشتر بتونیم بدویم چون سرعتمون یواش میشه. خب اینجا رو یه چند تا درخت کردم، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، 3 تا، یکی اینجا 4 تا، یکی اینجا 5 تا. خب اینجا هم بکارم، البته اینو بکنم. خب یکی بکاریدم، اینجا هم یکی میکارم، اینجا هم یکی میکارم، اینجا هم چون دو باشه بهتره. یکی اینجا میکارم که روبرو پنجره باشه ببینمش، خیلی باحال میشه. گلا هم که جلو خونم هم میکنم، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا همه رو میکنم. و یه درختم روبرو چوبا که نه روبرو خونم میکارم، تا خاک میکنم اینجا چون تراس شه. بارون اومد، وای بهترین موقع برای رشد گیاهه. خب این تا خاک میدارم اینجا میکنم واسه ببینم درختم کجاست. خب اینجاست، 1 2. خب اینجا میذارم، میخوام روبرو درختم میذارم، اینم. خب اینجاست، اینم اینجا میکنم. به خوشگل میشه دیگه. این داخل خونه در میبندیم. چه خونه ای در خدا شده. این داخل کرافت تیبل همه چیز مرتب میکنیم. خب همه چیز مرتب کردم. این داخل کرافت تیبل من مشعل درست میکنیم تا جایی که هست. 24 تا مشعل شد. میایم 2 تا اینجا میذاریم، 1 2 تا پشتش اینجا میذاریم، 1 2. خدا وکیلی خوشگل شد. نظرتون تو کامنت ها بگید. خیلی خوشگل شد، چی خوشگل شد. اینجا هم پنجره میذارم، از بیرون فکر بارون میزنه، نگاه میکنم، وای خیلی باحال شد. میرم داخل کرافت تیبل و سارا میذارم، به جاشون سیب خوبه میذارم با سنگ که یه بیل درست کنم. سیب بیلم درست کنم، یه فرم درست کنم، فراموش کردم درست کنم چون الان دیدم. میذارم اینجا. همه چی درست شد. میریم بیرون، یکم خاک بکنیم، خاک لازمی. خب اومدیم اینجا چند تا خاک بکنیم. خب دیگه همین بس. میریم که شب شده. اینجا خونه زشته، اینجا درست کنم، پر کنم. خب اینجا میذارم، این ردیف پر میکنم. خیلی بهتر شد. این گرم میکنم. خب این ردیف میگذارم. خاک خیلی هست.
نگران نباش. اینجا میذارم، بریم پایین، یه میذارم اینجا هم به خاطر اینکه پلشه پر میکنم که بتونم راحت برم بالا، گیر نکنم یا میکنم. من بیام داخل خونه که شب شده زامبیا پارا میکنم. در بندم این نگاه کنیم بیرون و به شاید باله. ولی میگه میخوایم دیگه خوابیم. صبح شده، باشیم در نگاه کنیم. به هوا صاف شد ولی بارون خیلی بالاتر بود. خب دیگه چیکار کنیم؟ خاکی دور خونه میکنیم که خونه هم بازتر شه. خب بس دیگه مادر فعلا نمیشه، فعلا چی میگن تایمش نیست. خوکی هست معروفه، تاجم داره، اسمش میدونم چی بود دیگه، همون یادم اون افتادم. این داخل خونه، این داخل صندوقچه مشعل برمی داریم، میریم بیرون و 3 تا مشعل بیرون خونه داریم، یکی اینجا، یکی اینجا و یکی هم وسط. وای چه خونه ای شد خدا، خیلی بال شد. از 1 تا 10 نمره بدید تو خونه. فعلا درست شد دیگه، شما کابل شده شو بدونید. مثلا شیشه گذاشته اینجا، این داخل کف تیبل بس اون رو میذاریم. خب دیگه هم بسرم گذاشتم. خونه هم که ساختیم، عجب خونه ساختیم، دممون گرم بچه‌ها. برای تا آخر دیدیم ممنون میشم با لایک و سابت از من حمایت کنی و تو کامنت های چیزی بنویسی. تا پارت بعدی خداحافظ.